سلام و درود بر تو داریم اینجا رو تماشا میکنیم. بنده حضرت کرم هستم و اومدیم با پارت 7 سری سوروایور. منم. و بله ایشون هم جناب آقای AFK هست، چون خیلی تو بازی AFK میکنه. اسمش گذاشتیم AFK و یه دانشمند هسته‌ای هم هست، دانشمند موشکی جوری. و من برای ایشون برای این من دوست شد، چون کارهای زیاد ماینکرافتی میکرد و یه حالتهایی برای نیاز بود دیگه، مثلا برای موشک ساختن اینا یک پادشاه نیاز داره. همونطور که میبینید خب دانشمندمون به فنا رفت و بریم دنبال دانشمند جدید. خودم افتادم. یه سوال خیلی مهم، چرا من 3 قلب بازم موندم تا 2 قلب؟ بچه من یه ذره هایی دارم. بچه توی این مدت که نبودم میخواستم اینو درست میکردم، اینو بر نکردیم و همینطور هم اون قلعه رو دیگه خودتون میدونید و سرورم پاک شد، ولی من یه دونه کپی ازش داشتم. بعد که اومدم تو کپیه دیدم ادوانسمنت ها مثلا از دستم افتاده، یعنی نه اونا رو ندارم دیگه و دوباره رفتم اینا، ولی خودش قلعه اینا مونده بود ولی ادوانسمنت ها نه. خب ما اینجا یه قلعه هم داریم، یعنی یه صندلی هم داریم عالی و هر دوستایی، یعنی هر ویلیجری که مشکل داشت میاد اینجا، یعنی یه فرش قرمز کم داره، میاد اینجا زانو میزنه و ازم سوالهاشو میپرسه و بعد همونطور که من رو همینجوری راحت میزنم. آقای AFK از آهنهای من بله ادوانسمنتش هم داره استفاده کنه، چرا شما فرم آهنگ ساختیم ولی هزینه زیادی بود. یا 2 بار اومد بشینیم، چون وقتی اومدم توی سرور کپی اون پاک شد، برای همین چیز شد دیگه. برامونش چی این قلعه رو ساختیم ما، این شهر رو ساختیم ما، هنوزم کار داره. اینا دیگه بعد کار میکردیم ناشیشون اونجا. ما فعلا پروژه های زیادی داریم، مثلا همین اینو از حالت شروع اینا نه اینا رو مهم نیست، اینجا رو باید درست کنیم که مردممون جای بیشتری داشته باشن و آقای AFK هم باید یه بالاخره یه دونه چیزی داشته باشه دیگه، آزمایشگاه چیزی. اون دانشمند موشکیه. من دارم یه شمشیر دایمندی من گرفتم و الان آپدیت 1.21 رو داریم، 1.22 رو نتونستیم برسیم فقط اینکه برای بدراک باید آنلاین کرد و سیدیش نبود و دیگه چیزای دیگه. و همونطور که میبینید میتونی بری سفارش کنی یه ذره برمون چوب بیارن؟ یه پادشاه متاسفانه امکانات زیادی نداره، یعنی برای غلش خوبه، اینجور چیزای کافی نداره یا مود چیزی بدنه. یه مود دارم ولی بازی رو مسخره میکنم، حال نمیده. من یه شیدر بزنیم ولی پولی و همینطور برای بدراک نیست، اگر هم باشه پولی هم. و بچه اونجا پرچم اچ به معنی حضرت که رفت به انگلیس.